سلام، خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری با یک کلیک کل مادهایی که روی بازیتون دارین یا مادهای دلخواهیتون رو پاک کنید و با این ارورها مواجه نشید. خب برای این روش شما نیاز به یک اپ دارید که اپ لینکش رو من داخل دیسکریپشن گذاشتم. دانلود میکنین، رده و شما اکسترکت میکنین. اکسترکت کردین یک برنامه میاد به نام GTA V-Mode Remove Tool که این برنامه رو شما باید حتما ران از ادمینستریتور بکنید. بازش میکنید. بعد اینکه برنامه باز بشه از شما یک منو ستاپ میخواد که بگه آقا شما بازیتون کجاه، شما باید بازیتون رو انتخاب کنید. یا برای کسایی که نمیاد وارد ستینگ میشن، وارد سلکت نیو پت میشن و لینک بازیشون رو انتخاب میکنن. یا از این قسمت هم میتونن کپی کنن و لینک بازیشون رو بذارن، یعنی لوکیشن بازیشون رو. و مادهایی که رو بازیتون نصبه رو بالا میاره. خب رنگ های سبز به عنوان فولدر محسوب میشن و رنگ های قرمز به عنوان فایل. شما برای پاک کردن کل مادهای بازیتون باید delete all file and folder from GTA V folder رو بزنید. خب یا اگه مثلا میخوای بعضی از مودهاتون حذف نشه، مثلا این منیو نمیخوام حذف بشه، شما روش کلیک میکنید، وارد move selected folder to white list میزنید. اینو بزنید خود برنامه آلردی براتون یک فایلی میسازه و فایل های وریفایتون رو وارد اون فایل میکنه و نگه میداره و از فایل بازیتون حذف میکنه. خب الان من مثلا بقیه‌شو دیگه نمیخوام. بقیه‌شو که دیگه نمیخواین delete all files and folder رو میزنید و کل مادهاتون حذف میشه با زدن دکمه yes رو میزنید و یک اروری میاد میگه your GTA V folder is now clear. کل مادهاتون حذف میشه. خب حالا شما بازیتون رو کردین و بازم این مادهاتون رو میخواین. مادهایی که وایت لیست کردین و فقط میتونین برگردونید. شما روی شاوت وایت لیست میزنین و یک منوی براتون بالا میاد به نام منوی وایت لیستتون. خب الان مادهایی که شما وارد وایت لیست کردین اینجا وارد میشه. شما مثلا مادتون رو انتخاب میکنید و دو تا گزینه داره. گزینه اوله که بزنین کل مادهایی که تو وایت لیستتون هست رو میاره وارد بازیتون میکنه و گزینه دوم بزنید فقط همون فایل انتخابیتون رو وارد بازی میکنه و گزینه سوم فایل رو حذف میکنه که من زدم حذف بشه. مرسی تا اینجا آموزش همراه من بودین. آموزش های دیگه اگه میخواین برام بنویسین براتون درست میکنم. لایک و ساب یادتون نره. خدا نگهدار.